سلام به همگی، به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز یه پکیجینگ خیلی خاص داریم. البته خاص نه، در واقع متفاوت. حالا اصلا چیه؟ داستان این جعبه بزرگ سنگین چیه؟ حالا تفاوت این آنباکسینگ چیه؟ این که من بابتش پولی ندادم، یعنی من نخریدمش و در واقع هدیه است. حالا از طرف کی؟ به طور خیلی خلاصه و کوتاه بخوام بگم، من تازگی توی یه فروشگاهی کار میکنم به اسم اکشن. نمیذاره من ویدیو بگیرم که نگاش کنید. آخه شما این موجود ناشناخته دیوونه رو نگاه کنید. آی وحشی پخمه. الان اصلا وقت بازی نیست مامان جان، من کار دارم. من پسرم کار دارم مامان، میخوام ویدیو بگیرم. من قربونت برم. ناز من، عشق من، چیکار من، زندگی من، خوشگل من، نازی. میشه بری الان؟ میشه الان بری؟ مرسی. خب و امروز همه رو دور هم جمع کردن و از همون قدردانی کردن به قول معروف برای زحماتی که تو سال گذشته کشیده شده و از این حرفا و حرفای احساسی. و این جعبه ها رو هم گفتن که هدیه است، به قول معروف مثل عیدیای ایران دیگه، واسه شروع سال نو جدید. و سال نو جدید چی گفتم؟ و خلاصه که گفتن امروز خواستید برید، هر کدوم میتونید یکی از این جعبه ها رو با خودتون ببرید. و اینکه جالبیش هم اینجاست که این جعبه ها به طور یکسان تولید نشده، یعنی توش چیزهای مختلفیه. منم نمیدونم توش چیه، خودشون هم نمیدونستن توش چیه. و خلاصه برام جالب بود چون اصلا همچین چیزی ندیده بودم، یعنی نمیدونستم که اینجا همچین کاری میکنن. اولین تجربه کاریمه، تا حالا همچین هدیه‌ای نگرفتم و گفتم که بیام با شما بازش کنم ببینیم توش چیه. حدس میزنم که مواد خوراکی توش باشه چون هم خیلی سنگینه. همین که از اینجا یه چیز سس دیدم، یه قوطی سس تقلب کردم از اینجا. حالا بریم بازش کنیم ببینیم که توش چیا هست. اصلا به درد میخوره نمیخوره، واقعا هیچ ایده ای ندارم. خب بازش کنیم. اوه نه جالب شد. فکر نمی کردم. شما نبینید، بذارید دونه دونه بشون بدم. اول از همه یه دفترچه است، اکشن ووندرلند. این مدلیه. بایستی من بخونم این دقیقه ببینم توش چیه. آخه در واقع نوشته که همکارای عزیز مرسی بابت این سال فوق‌العاده. حالا من که خیلی کوتاه کار کردم، یه ماه شروع کردم، ولی حالا به هر حال یک ماه و خلاصه تشکر کردن و خیلی گفتن که آرزوهای خوب کردن برای سال آینده و شروع مثلا این سال خوب و از این جور چیزا، پیشرفت و اینا. و اینکه گفته بهترین ها رو براتون میکنن، لذت ببرید از این هدیه جعبه و سال نو خوبی داشته باشید. و بامزگیش میدونین چیه؟ اینکه به زبانهای مختلف هم نوشته شده، یعنی همینجوری پشت سر هم انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، نمیدونم اسپانیایی، زبانهای مختلفه. خب بریم شروع کنیم. ببینیم. خب یه دونه چیپس، دسته چیپس لیز هستش، شیرین و تند. نمیدونم والا چجوری باشه، ولی خب دیگه بازش نمی کنم دیگه. فقط میخوام بهتون نشون بدم که توش چیا هستش. یه بسته کوکی، کریسمس کوکیز، خیلی هم بامزه. اسپایسی چیلی اسنک میکس. از این اسنک ها خوردنی های کوچولوه که روش نوشته تنده.
اینا آفرین، نگاش کن چه بامزه است. کلاه اکشنه. بذارم سرم یه مسخره میشه. به لباسم هم میاد راستی، نارنجی داره. خوب شدم؟ من خودم میبینم که خب میاد بهم. خونه با کلاه. آه اینو نگاه کنین بابا، خیلی باحاله. این از این حالت پتوهای نازکه که معمولا اینجا میندازن روی مبل، یا مثلا وقتی آدم سردش میشه مهمونی داره براش میارن که بندازن مثلا روی پاهاش و اینا. خیلی چیز کاربردیه واقعا. بازش کنم. چقدر رنگشو من دوست دارم. خیلی بابا بخرجی کردم. بابا خیلی باحاله. بعضی جنس نرماست که آدم دوست داره بخوابه روش، یعنی بخوابه باهاش. خب بذار بذارم اینجا. این هم باید از این حالت بکنم چوب شورای کوچولو باشه. از این مارشمالوهای باحال من خیلی دوست دارم. کوچولو هم روی کیک و اینا هم خیلی بامزه میشه. دوتا کاسه چه بانمکه. میدونین من توقع نداشتم. من فکر میکردم که خوردنی باشه همش. این که چیزای مختلف گذاشتن خیلی باحاله. بذارید بازش کنم. با خود کاتر اکشنم باز میکنم. چه خوشگله. خیلی باحاله. برم اینجا. اینم از این. خیلی هم خوب. اسمارتی. این هم از این شکلات های کوچولوه که حالا روی کش داره و اینا. خب این هم از این. حالت اینا بیشتر شبیه نونه چون شور نیست، هم نداره و مزه است دیگه. اتفاقا خیلی باحاله. خیلی دوست دارم. این چه باحاله. اوه نگاه کنید بابا چه خوشگله، چه شیکه. مایه دستشوییه به این شکل، هند ساپ و هند لوسیون هم داره. چه غلط ها. امتحان کنیم نشو. خوشبوه. خیلی خیلی خوشبوه. من خود همچین چیزی رو توی خود اکشن ندیدم. این عجیبه، یعنی من همچین چیزی رو ندیدم. خیلی از اینا رو میدونی اصلا اینا رو برای ما ساختن. یعنی من فکر میکنم یعنی برای خود همکارا و کسایی که توی این فروشگاه کار میکنن اصلا این بسته بندی به فروش نمیره. تمام این اسم وندالند، این برند و این رنگ آبی و این ستی که جمع کردن و مخصوص ما ساختن. اصلا نیست هم این طعم چیپس و نمیدونم این مدل چیزا اصلا نیستش تو خود فروشگاه که بشه رفت خرید. جالبه. یک عدد سس هاینز که خیلی هم خوشمزه است، کوچولو مینیشه. عزیزم یه دونه دفتر باحاله، خودکار داره، از این برچسبا داره، خیلی باحال و کاربردیه به این خوشگلی. یه دونه گفتم توش سس دیدم، از اینا دیدم این شکلی توماتن سوسه از ایناست. باز نمیشه، دستم چرب شده نمیتونم بازش کنم. یکی دیگه این سس زیتون، یا حالا
فکر کنم اولیوین. یه چیز توی مایه هاست دیگه. این میتونستم. آره بوی زیتون میده. حالا سس که نمیشه بهش گفت سس، ولی یه محصولیه با زیتون، خیلی هم خوشبوه. منم که عاشق زیتون، خیلی هم عالی. این چیه؟ هات چاکلت. خیلی چیزاش خوبه نه خدایی. از این هات چاکلت های آماده پودریه اینجوری. خیلی هم عالی، خیلی هم دوست دارم. این چیه؟ باکس فکر کن. آخه چه بانمکه، گلکه. اتفاقا لازم داشتم، یعنی یه دونه چند وقت پیش میخواستم بگیرم، گفتم وای گوش ترسیدم ماما. چرا دخترم؟ بفرما دم در بعد. خوش اومدی. خیلی خوشگله. این شکلی قله که خیلی هم کاربردیه. از این بعد سنت و سکه هامو میتونم بندازم توش. تو هم اکشن فرستاده مامان؟ اورئو، بیسکویت اورئو با روکش شکلات سفید، خیلی هم خوشمزه. دستمال خیلی هم خوب، از این دستمالای کاغذی با این پتو هم تقریبا سته، تقریبا البته. و ایول اینو واقعا لازم داشتم. اصلا انگار اکشن میدونسته من چیا میخوام. به خدا خیلی باحاله. اتفاقی در این تخت چوبا نیاز داشتم. چقدر خوشگله. خیلی راضیم واقعا ازشون. آفرین، دمشون گرم. خیلی خوشگله از این شما. بازش کنم. فکر کنم یه دونه پایه بگیرم، جاشم نیست، ستاش کنار هم خیلی خوشگل میشه. نه خیلی هم زیبا. دستشون درد نکنه. و آخرین چیز به نظرتون چیه؟ این شکلیه. بازش کنم. فکر کنم کارته. پاسوره. ایول چقدر خوب. اتفاقا پاسورم لازم داشتم، خیلی کاربردیه. خیلی خوبه، خیلی قشنگ، خوشگل، بزرگ. واقعا دمشون گرم. خب تموم شد. اینم واقعا توقع نداشتم. خدایی خیلی باحال بود. حالا کلاهش رو که استفاده نمی کنم قطعا، ولی خیلی چیزای خوب و کامل و اصلا کاربردی بود. من فکر نمی کردم فقط خوردنی داشته باشه و اونم خیلی چیزای جالبی نذاشته باشن، ولی واقعا همه چیز خیلی باحال، خیلی خوشگل، کاربردی. و پکیجینگ و این رنگش اینا خیلی خوشگله، همه وایناختنی کریسمسی. بعد جالبش اینه که چند تا چیزشو من واقعا لازم داشتم. اینش جالبه. نمیدونم واسه بقیه هم اینقدر چیزای باحال و بامزه و کاربردی هست یا نه. شاید نباشه، شانسیه دیگه، ولی خب حالا امیدوارم واسه همه باشه، چیزای خوب در بیاد. ولی در کل خیلی بامزه بود. برای خودم تجربه باحالی بود و اینکه دستشون درد نکنه. از همینجا از اکشن تشکر میکنم. نمیدونم تو ایران همچین چیزی هست، اگر که تجربه داشتید برام بنویسید که آیا شرکت ها، فروشگاه ها مثلا هدیه میدن از این پکیج. ایدی که میدن میدونم، ولی از اینجوری تدارک میبینن یه همچین بسته بندی، همچین هدیه‌ای
اصلا به این شکل مرسوم هست یا نه. برام حتما بنویسید. اگه هم از این ویدیو خوشتون اومد، براتون جالب بود، حتما برام کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، یادتون نره. و دیگه چی؟ همین دیگه، همین تمام شد دیگه، همه رو نشون دادم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. دوستتون دارم. خداحافظ.